سلام، به کانال تلما چنل خوش اومدید. من ابوالفضل شریفی هستم، دانشجوی رشته مددکاری اجتماعی و میخوام درباره رشته مددکاری اجتماعی با شما در این ویدیو صحبت کنم. من در این ویدیو میخوام با شما درباره 4 تا مبحث صحبت کنم. مبحث اول، مددکاری اجتماعی چیست؟ مبحث دوم، مددکاری اجتماعی کیست؟ مبحث سوم، فرصت‌های شغلی رشته مددکاری اجتماعی چیست؟ و مبحث چهارم، آینده شغلی و بازارکار رشته مددکاری اجتماعی چیست؟ من اول باید قبل از شروع صحبتم به این نکته اشاره کنم که من از همه استادای رشته مددکاری اجتماعی عذرخواهی میکنم، چون من در حدی نیستم که بشینم اینجا درباره رشته مددکاری اجتماعی صحبت کنم و من فقط به عنوان دانشجو رشته مددکاری اجتماعی میخوام که بقیه رو بیشتر با این رشته آشنا بکنم. اجتماعی چیست؟ مددکاری اجتماعی یک حرفه و یک رشته تحصیلی دانشگاهیه که توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی افراد رو تسهیل میکنه. توی رشته مددکاری اجتماعی مراجعه به مددکاری اجتماعی به 2 شیوه صورت میگیره. 1. مراجعانی که به صورت خودمعرف مراجعه میکنن. 2. مراجعانی که به صورت ارجاع مراجعه میکنن. مراجعه به صورت خودمعرف یعنی چه؟ یعنی فرد با اختیار و میل درونی خودش به مددکار اجتماعی مراجعه میکنه. مددجویی ارجاعی چه مددجوییه؟ مددجوییه که توسط یک نهاد یا سازمان رسمی یا غیر رسمی به مددکار اجتماعی ارجاع داده میشه. مبحث دوم، مددکار اجتماعی کیست؟ میگه مددکار اجتماعی کسیه که با استفاده از دانش عملی و نظری خودش کمک میکنه که فردی که دچار مشکل شده به استقلال آرامش دست پیدا کنه. حالا مراجع کیه؟ میگیم مراجع شخصی که دارای مشکله و دارای توانمندی‌هایی که با کمک مددکار اجتماعی بتونه بر مشکلاتش غلبه کنه و روی پای خودش بایسته. فرصت‌های شغلی تو رشته مددکاری اجتماعی. میگیم برخلاف تصور عموم که فکر میکنن مددکاران اجتماعی فقط تو پرورشگاه و زندان‌ها کار میکنن، مددکاران اجتماعی در هر جایی که انسان وجود داشته باشه میتونن کار کنن. برای مثال مؤسسات خیریه یا NGO ها، مؤسسات دولتی، پرورشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، اورژانس های اجتماعی، زندان ها، بازپروری ها، اصلاح تربیت ها، مراکز نگهداری از افراد بی سرپرست یا مراکز مشاوره خصوصی یا همون کلینیک ها. مبحث چهارم، وضعیت شغلی و بازارکار رشته مددکاری اجتماعی. میگه فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی در صورت دارا بودن سرمایه و شرایط لازم میتونن به بهزیستی